بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز، یک وقتی ما در پانتون کابل استاد بودم و یکی از خانم هایی که در سطح یکی از وزارت ها کار میکرد، او از ما تقاضا کرد، گفت ما یک سفر دارم و میخوایم درباره حقوق و یعنی حق خانم ها و مشکلات خانم ها برم در کشور دیگه چی کنم، در کشور دیگه در این باره به صحبت بکنم. اصل مشکل خانم ها چی هست؟ من برش گفتم خواهر عزیز، مشکل اساسی خانم ها در کل دنیا و به خصوص در افغانستان مشکل افراط و تفرید است. وسطیت اسلام همیشه فراموش میکنن. در افغانستان همیشه مردها و یا هر کسی دیگه که اینا هستن که پیش از اینا مثلا قدرت هست، اینا همیشه یا افراط میکنن و یا تفرید میکنن، یا مثلا حق از او را به خاطر منفعت خود اونا را حق تلفی میکنن. این سه حالت است: افراط، تفرید و حق تلفی. اگر این سه کار در حق خانم ها نشه و این سه مشکل مطابق قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حل شود، مشکل خانم ها کاملا رفع می باشه. چون در اسلام در قسمت خانم ها نه افراط است و نه تفرید است و نه هم ظلم است و حق تلفی هست. میریم شروع میکنیم مثلا از زیاده روی و افراط. یک دفعه در افغانستان و یا مثلا در خانواده های افغانستان و یا در خانواده های امت جهان به شکل کل صحبت بکنیم، بعضی از خانواده ها هستن که اینا در قسمت خانم ها بسیار افراط میکنن. چه قسم افراط میکنن؟ وقتی که دختر خود نامزاد کرد، ایچون خودش افراط میکنه در حق از اینا، میگه دختر اجازه هست دیگه که حالا وقتی که نامزاد شد دیگه دست شبیه ببرش هر طرف چکر میزنی، او هنوز نکاح نشده، هنوز مثلا بر از او محرم نشده، فقط یک شیرینی داده، یک خطبه هست که او خانم از او گفته نمیشه. لکن سهل کنی که اونمو دو تا نامزاد با هم میشینن و اختلاط میکنن و صحبت میکنن و بیرون میرن و کل چیز. چرا؟ به خاطر ازی که پدر ازی افراطی هست. یعنی افراطش چی است؟ که از زیاده روی میکنن. در حالی که اسلام میگه درست است وقتی که دخترت برای یک کس دادی تا وقتی که نامزاد است، او برش نامحرم است، مجردی که باز نکاح کردی خانم از او شد، خلاص او خانم از او شوهرش باز میتونه که شوهرش ایره به خانه خود ببره و با امرای از او بشینه و با امرای از او خلوت بکنه و با امرای از او قصه بکنه. اما قبل از او این چیزها بر از او مثل یک نامحرم است. به حد ضرورت مثلا یک خانم میره بازار سودا میخره با امون مرد دکاندار یا پیش دکتر میره، به ما اندازه ضرورت امرای از او صحبت میکنه، نه اضافه تر از قصه ها و خنده و گپا و این چیزا. بعضی فامیلا مثلا افراط میکنن در قسمت خانم ها که متوجه لباس از او، متوجه حجاب از او، متوجه حیای از او، متوجه شرم از او هیچ چیز نیستن. یعنی بسیاری وقتا خودش قرار در خانه شیشته و خانم خود روان میکنن با سر برهنه و با پای برهنه و در بین مردها و در بین چیزا. خانمش میره مثلا الا برو تکه بخر، الا برو سودا بخر، الا فلانی چیز بخر و این برازی هم متعاضات امی قسم را مانده و کل امی مصارف خانه و حتی رنگ کردن خانه و حتی سودای رنگ و سودای که کل کارهایی که مخصوص به مرد میشه کل زیرا به این خانم میکنه و خانم بالاخره مجبور میشه که یک برجی را پشت سر دستش هست و در ایستگاه استاد است بیادره کمین کتم کمک و بالا بکو. بالاخره این خانم احیان موتر تکر میکنه و احیان مثلا حادثات میشه و این خانم مثلا یک وقتی در شبخانه هست و شوهرش از هیچ خبر نداره. این حال ای بعضی کسا هستن در قسمت ازی افراط میکنن و در قسمت حقوقش هم افراط میکنن. یعنی از چیزی که اسلام بر از او در یک چوکات گذاشته از این چوکات خارج میشه و افراط میکنن. و بعضی کسای دیگه هست که تفرید میکنن. تفریدشان چی است؟ که اگر اسلام اجازه میده که مثلا یک مرد میخواد که یک دختر همراهش نکاح بکنه،
حداقل باید این همسر خدا ببینه که میخوایم رئیسی چیز بکنن در حضور محارمش. نه میگه ما ویخی اجازه نداریم، هیچ اجازه نداریم تا وقتی که نکاح نکرده هیچ چیز دیده نمیدونی. نالی مرد تا که توی نکرده و تا که نکاح نکرده او نمو وقت واسه بعد از اینکه خانم خود خانه خوب، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابی گفت که همسر گرفتی، گفت بله نامزاد شدیم یا عروسی میخوایم بکنم، گفت همسر تدیدی او رو برو ببین. در چشم انصاری ها یک چیز است، یعنی مردم مکه وقتی که همراه مردم مدینه ازدواج میکردن شاید چهره های از اونها متفاوت بود با چهره های مردم مکه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اونا رو ببینین که این باز در بین شما عمو محبت و ایگپایتون دوامدار میسازه. میشه انسان یک خانم رو میگیره، یک کسی رو مثلا چهره سفید خوشش میاد او سیاه میباشه، یک کسی رو سیاه پوست خوشش میاد او سفید پوست میباشه، یک کسی رو گندمی خوشش میاد. این مسائل نسبی هست. یک کسی گندمی رو خوش داره، یک کسی سفید خوش داره، یک کسی سیاه رو خوش داره، یک کسی مثلا قد بلند خوش داره، یک کسی بینی پخش خوش داره، یک کسی بینی بلند خوش داره. اینا رو وقتی که همسر خودم میبینه، این اسلام برای اجازه میده که در وقتی که قصد نیت نکاح داره، یا حداقل همون پسر دختر ببینه، دختر پسر ببینه، باز بعد از او بگه که بله من قبول دارم یا قبول ندارم. لکن بعضی فامیلا ها حتی امیر میگه که نه ما امیر هم اجازه نمیدیم. بنابراین اینجا بعضی اوقات افراط است، بعضی اوقات تفریط است. در مسئله تعلیم هم افراط و تفریط میباشه. بعضی از خانواده ها هستن افراطشان به این اندازه هست که وقتی دخترش از خانه برآمد متوجه لباسش نیست، متوجه آمدنش نیست. مثلا 12 بجه از مکتب 1 بجه 12 بجه رخصت میشه و این ببینی که دختر 2 بجه 3 بجه هم اگر خانه خود میه پدرش و مادرش و خواهرایش و اعضای فامیلش متوجه از این نیستن که مکتب میره چی میکنه، با همراه کی نشست و برخاست داره و چرا ناوقت میه و چه قسم لباس میپوشه و چه قسم آرایش میکنه. اما تو آزاد و کل چیز میمانش. این بسط افراطی هست. و بعضی کسای دیگه هستن که مطابق مزاج خود مثلا حتی او را به مدرسه و به مکتب و به درس و با پوهنتون با شرایط اسلامیش اجازه نمیده. اینال اینجا چی است؟ این در قسمت از یا افراط و تفریط میشن. اینال اسلام چی است؟ اسلام میگه که نه، در قسمت خانم ها و در قسمت دخترها، در قسمت خواهرتان و در قسمت مادرتان، وقتی که تو در تصمیم میگیری صحبت میکنی در قسمت یک خانم، مادر خود در نظر بیار، خواهر خود در نظر بیار، همسر خود در نظر بیار، دختر خود در نظر بیار. این کلش نور چشم تو هست. وقتی که نور چشم تو هست، وقتی که اولاد تو هست، وقتی که مادر تو هست، وقتی که خواهر تو هست، بر از اونها احترام داری، همین قسم برای خود میخوایی که سویه علمی خوب داشته باشی، اینا هم باید سویه علمی خوب داشته باشه. وقتی که حق خدا مثلا حق خودم میگیری، در قسمت حق خود حق از هم برش بده. بسیاری کسا هستن مثلا حق میراث خانم ها را تلف میکنن. بعضی ها مثلا برش هیچ حق نمیتن. مثلا بسیاری خانم ها هست رواج است میگه مهر کی داد و کی گرفت. ظلم است. مهر تعیین میشه باز برش نمیتن. وقتی که میراث نوبتش میرسه برش نمیده. این حق تلفی مردها هست که در قسمت خانم ها میشه. از نگاه اسلام حقوق و تکالیف خانم ها معلوم هست. انشاءالله تعالی چی حقوق است و چی تکالیف است، این در برنامه بعدی انشاءالله سرش بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.